اگر کسی گاو یا گوسفند بدزدد و آن را بکشد یا بفروشد، باید در عوض گاو 5 گاو و در عوض گوسفند 4 گوسفند بدهد. اگر دزدی را شبانه در وقت رخنه کردنش دیده تبر زنندش که وی بمیرد، برای وی گناه خونریزی نخواهد بود. اما اگر بر وی آفتاب طلوع کرده باشد، برای وی گناه خون است. وی باید البته تاوان بدهد. اگر وی چیزی نداشته باشد، وی باید برای تلافی دزدیش فروخته شود. اگر چیزی دزدیده وی از گاو تا خر و گوسفند در دستش زنده یافت شود، وی باید دوچندان تاوان بدهد. اگر کسی کشتزار یا تاکزار را تلف کنانیده باشد، یعنی چارپایان خود را سر داده کشتزار کسی دیگر را نابود کرده باشد، وی باید بهترین کشتزار خود و بهترین تاکزار خود را برای تاوان آن بدهد. اگر آتش برآمده خارها را فرا گیرد و بندهای غله یا خوشه های نادرویده یا کشتزار را بسوزاند، هر کی این سوختار را به وجود آورده باشد، باید البته تاوانش را بدهد. اگر کسی نقره یا کالای را نزد یار خود امانت بماند و امانتش از خانه آن شخص دزدیده شود، اگر دزد یافت شود، وی باید دوچندان تاوان بدهد. اما اگر دزد یافت نشود، بگذار صاحب خانه نزد داوران آورده شود تا قسم یاد کند که به مالکیت یار خود دست دراز نکرده است. در هر مسئله جنجالی آید به گاو، خر، گوسفند، لباس و هر چیزی گم شده که کسی دعوای آن داشته باشد، کار هر دو باید نزد داوران آورده شود. هر کی را داوران عیبدار کنند، وی باید به یار خود دوچند تاوان بدهد. اگر کسی نزد یار خود خر یا گاو یا گوسفند و یا هر چارپای دیگر را امانت بماند و آن بمیرد یا پایش بشکند یا دزد آن را ببرد به طوری که شاهد نباشد، بگذار قسم خداوند در میان هر دو به کار برده شود درباره آن که دست خود را به مالکیت یار خود دراز نکرده است و صاحبش باید قبول کند و آن کس تاوان ندهد. ولی اگر از او دزدیده شود، او باید به صاحبش تاوان بدهد. اگر دریده شود، باید آن را برای اثبات کردن بیارد. برای دریده شده تاوان نخواهد داد. و اگر کسی از یار خود حیوانی را به عاریت بگیرد و آن معیب شود یا بمیرد، در صورتی که صاحبش با آن نباشد، آن کس باید البته تاوان بدهد. اگر صاحبش با آن باشد، تاوان نخواهد داد. اگر آن کرا کرده شده باشد، تاوانش به کراپلی داخل شده است.